متولد 11 مهر 1366. 66 یعنی 30 سال. بله 30 سال. من به همه میگم کمتر میاد ولی بیشتر میاد به من. بله. چرا؟ شاید به خاطر خب مثلا سیبیل، شاید یه ذره اضافه وزن، ولی خب اضافه وزن کم شده الان، ولی سیبیله خب قاعدتا بازم بیشتر میاد. مثلا خیلی من پدر خودم وقتی سیبیلاشو زد 45 سالش بود، سیبیلاشو زد، من فکر کردم همسنیم ما. خب این ماجرای سیبیل خودخواسته بوده یا مثلا کسی بهت گفت، یه طراحی، یه کسی گفت مثلا این بهتره؟ خب قاعدتا که اصلا من هیچ وقت سیبیل نمیذاشتم تا 3 سال پیش که دوستا پیشنهاد داد، ریش داشتم می‌خواستم ریشامو بزنم، گفت ای چقدر خوب شد سیبیل بهت میاد. گفتم نه آقا اصلا من سیبیل نمیاد. گفت خیلی بهت میاد، بذار تست کن. که بعد خیلی هم جالب بود که من نزدیک عروسی خواهرم هم بود، رفتم خونه با یه ریاکشن خیلی بدی مواجه شدم. همه گفتن چیه بابا سیبیل گوش، یعنی چی مثلا چرا این شکلی شدی؟ بعد خیلی مخالفت بود اولش، ولی خب خیلی مصر بودم خودم، چون خودم احساس میکردم که نشست رو صورت من همون موقعی که این اتفاق افتاد. فکر کنم که نشست. بعدها هم باز نقد بود، ولی خب خدا رو شکر دیگه انقدر مقاومت کردی تا تونستیم که نقدا مثبت شد.